سلام زبان‌آموزان، این درسی هشتم بیزنس انگلیسی است و امروز ما با شما 10 عباره نوی می‌آموزیم که آنها را اکثریت ترجمه کردن نمی‌توانند. رفتیم. عباره یکم برای امروز دوستان این عباره no cap است. No cap این جدی بودن است. جدی بودن، راستش را گفتن یا اینکه دروغ نگفتن است. مثلا he's going to leave tomorrow. No cap. وای پگاه می رود. جدی میگویم، به شوخی، به یگان دروغ، وای پگاه می رود. No cap. و مثال دوم no cap I really like it. به شوخی یا اینکه جدی میگویم این به من به نهایت مخصوص. خلاصه هر یک چیزی که شما از پشت آن میخواهید که همصحبت شما رو باور کنند و آن را شوخی نفهمد، شما باید بگویید که no cap. و این کلمه بسیارتر در رپ ها استفاده می شود، در سلنگ ها، در گفتگوی زمانوی استفاده می شود. این کلمه no است، یعنی no cap. کلمه دومی که اکثریت آن را ترجمه کرده نمیتونند این کلمه back to back است. back to back. در زبان تاجیکی پشت به پشت هم ترجمه می شود. وقتی که در فیلم ها اگر شما دیده باشید دو نفر پشت هم میستند و با دیگران می جنگند، این رو میگن back to back. اما معنی اصلی این کلمه پای هم آمدن است. پای هم، دوم به دوم، دوم به دوم، یا که با زبان روسی اگر گوییم پدریت. مثلا she is wearing the same t-shirt back to back all week. و آن همون یک کرته رو پای هم یک هفته است که می پوشد. He's making the same mistakes back to back. و پای هم آن همون یک خطاگی رو تکرار میکنند. عباره سوم دوستان sleep on it. sleep on it در زبان تاجیکی اگر کلمه به کلمه ترجمه کنیم در بالایش خواب کن میشه. اما این نادرست است. با معنای این کلمه این فکر کردن درباره یگان چیز با مدتی دراز است، یعنی با وقتی معین تو وقت داری تو فکر کن گفتنی گپ است. مثلا he told me to sleep on it and that we talk tomorrow. He told me to sleep on it and that we talk tomorrow. و با من گفت که درباره این فکر کنم و پگاه ما اویدین گپ میزنیم. مثال دیگر I wish I could tell you to sleep on it. I wish I could tell you to sleep on it. ای کاش من میتونستم با تو بگویم که تو فکر کن. این معنی آن را دارد که ما وقت نداریم و تو باید حاضر جواب را گویی، یا که تو باید حاضر لایحه را تمام کنی. هر یک چیزی که باشد تو باید آن را امروز تمام کنی. I wish I could tell you to sleep on it. یعنی من میخواستم با تو بگویم که فکر کن، اما وقت فکر کردن نیست. این درس دوستان با کمک مولوی ایمان اینترنشنال پیشنهاد شما شده است و ایمان اینترنشنال همچون دوستی مولوی ما و شما برای ما محصولات مخصوصی فرزند با موفق پیشنهاد میکنه. در این محصولات شما میتونید از 50 سامانی برای هر یک فرزند خود امانت گذارید و تا 15% درآمد سالانه گیرید. ایمان اینترنشنال در حقیقت آید موفق شدن ما و آید موفق شدن فرزندان ما فکر میکند و این محصولاتی که پیشنهاد میکند، این درسایی که پیشنهاد میکند همگی برای موفق شدن ما و فرزندان ما هست. No cap. میگذاریم با دوستان با عباره چهارم که same here میباشد. same here در زبان تاجیکی من راضیم، من هم و من نیز معنا دارد. same here ما وقتی استفاده میبریم که ما حس میکنیم، فکر میکنیم یا که راضی میشیم با فکری هم صحبت خود. فرض کردیم که بعد از یک روزی دراز کاری با دوستی خود میاد و دوستی شما میگه که I'm very tired و شما میگه که same here، یعنی من هم به نهایت مانده شدم. یا اینکه بازم شما با قهوه‌خانه رفتید و دوستی شما میگه که I'll have a black coffee. من قهوه سیاه می‌نوشم و شما میتونید بگید که same here، یعنی من. در عموم اگر بگوییم با این عباره یعنی same here این سینونیم های کلمه me too، me also، I agree هست. یک مثال از فیلم که در آنجا دیالوگی دو نفر است. Been good seeing you, brother. Same here, Red. It's been good to seeing you. یعنی از دیدار تو شادم. در جواب میگوید که same here, Red. من هم Red. عباره پنجم دوستان ما با شما دو عباره می‌آموزیم و هر دوی آنها یک معنی دارد. یکم it serves you right. It serves you right. یا اینکه that's what you get. That's what you get. It serves you right. یعنی که that's what you get رو در وقت استفاده می‌بریم که یگان شخص یگان کارو کردنی شد، ما اون رو گفتیم که این نتیجه خوب نمی‌شود، اون رو گوش نکرد و این کارو کرد و بعد از اجرا کردن انا همون کار ما میگوییم که that's what you get. انا با تو چی میشه، یعنی خوبت شد، یعنی که حالت از این بدتر برای تو کودک خیره خوبت میشود. مثال از فیلم ریمبو شو. That's what you get when you go sniffing around other people's garbage. That's what you get when you go sniffing around other people's garbage. انا با تو چی میشد وقتی که تو بینیت رو با کار دیگران میخوانی. That's what you get when you go sniffing around other people's garbage. یا اینکه مثال دیگر That's what you get for trying to show out, freshman. That's what you get for trying to show out, freshman. انا با تو چی میشود وقتی که خودنمایی میکنی؟
تو این دام دوستان ما با شما 5 عباره آموختیم و عباره ششم این عباره سوالی است. How was I to know? How was I to know? این عباره رو ما وقتی استفاده می‌کنیم که یگان کار رو خطا کردیم و خود رو گناهکار نمی‌حسابیم از حسابی که معلوماتی پوره نداشتیم. من با شما می‌فهمم که چگونه. مثلا فیلم دوست داشته یک دوست شما، یک مهمون شما الان در کینوتئاتر برآمده است. شما می‌خواهید که با او یک سورپرایز کنید و رفته چیپتا می‌خرید. سه چیپتا می‌خرید برای خود، برای دوست خود و برای شخصی که شما می‌خواهید برای او سورپرایز شود. و شما می‌گویید با دوست خود می‌گویید که من الان چیپتا خریدم برای فیلم و معلوم می‌شود که دوستی تو نیز چیپتا خریده است 3 تا. در این حالت شما می‌تونید بگید که I just wanted to give her a surprise. How was I to know you'd already bought tickets? من می‌خواستم او رو یک سورپرایز کنم. من از کجا می‌دونم که شما الان چیپتا ها رو خریدید؟ شما خود رو گناهکار نمی‌حسابید. زیرا شما معلومات نداشتید. شما نمی‌دونید که آنها چیپتا خریدن. مثال دیگر How was I to know he had a reading room in the basement? How was I to know he had a reading room in his basement? من از کجا می‌دونستم که وای در تاخونه حجره خانش داره؟ باز هم مثال دیگر How was I to know you didn't mean it? How was I to know you didn't mean it? من از کجا می‌دونستم که تو شوخی می‌کنی؟ وقتی که شما میگید که I mean it، شما میگید که من جدی میگویم. You didn't mean it، یعنی من از کجا می‌دونم که تو شوخی کرده استفاده تو جدی نبودی. You didn't mean it. Each to one's own. این عباره هفتمی امروزه است که اکثریت آن را خطا ترجمه می‌کنند. یا که تماما ترجمه کرده نمی‌توانند. ترجمه each to one's own هر کس خودش می‌داند، هر کس انتخاب خودش را دارد. آدمان گوناگونند، هر آدم هر خیل است و هر کس هر چیز مخلوق است ترجمه می‌شود. وقتی که شما یگان عمل را اجرا می‌کنید و هم‌صحبت شما تماما یک فکر دیگر می‌کند، تماما یک عادت دیگر دارد، شما در این حالت می‌گویید که each to one's own. مثلا I don't understand how people can still smoke cigarettes. من نمی‌فهمم که چگونه آدمان تا حال سیگار می‌کشند. Well, to each their own. هر کس فکر خودش رو دارد، هر کس انتخاب خودش رو میکند. اون وابسته به شخصیت و همون there he is himself و عوض میشود. مثال دوم My friend eats rice with everything, even breakfast. دوستی من برنج رو با همه چی میخورد، همه وقت میخورد، حتی در نهاری. To each his own I guess. فکرم آدمان گوناگون میشن. عباره هشتم دوستان خیلی عباره جالب است و شما اون رو باید خیلی زود از خود کنید، زیرا این تشبیه دارد به یک چیزی مشهور و به یک چیزی که شما اون رو باید فراموش نکنید. More holes than Swiss cheese. در ترجمه تحت لفظیش سوراخی بسیارتر دارد نظر به پنیر و این معنی آن را دارد که اون چیز ضررش از فایدهش بسیار است، ناپوره است، خطاگی بسیار دارد. مثال عادی در اینجا شده میتواند Your save has more holes than Swiss cheese. انشای شما از فایدهش ضررش برای شما بسیار است. این رو بهترش با معلم نشون ندهید. یعنی اگر شما 4 گرفتنی باشه شما برعکس 2 میگیرید. یا اینکه دلخواه چیزی که شما میدونید که این ناپوره است، این رو باید پوره کنند، خطاگی بسیار دارد. یا اینکه یگان لایحه‌ای که سوال‌ها بسیار است، شما میتونید که your project has more holes than Swiss cheese. این لایحه شما سوال بسیار دارد، خام است. عباره نهم دوستان امروز مخصوص برای مهمونی یا اینکه مهمونان است. Help yourself. خودت رو کمک نه بلکه خودت رو آزاد یا اینکه خودت رو در خانه خود حس کن. ترجمه میشود معنا دارد وقتی که ما با مهمانی میرویم با خود. ما میگوییم که help yourself یعنی خودت رو آزاد حس کن، خودت رو در خانه خود حس کن. و این عبارت دو معنا دارد. یکون معنای آن است که وقتی خوراک خوردن یا که هنگام خوراک یا که نوشاکی و شما میگید که help yourself، این معنی آن دارد که شما بسیارتر گیرید، زیادتر گیرید، خوراک بسیار است، شرم ندارید خورید. بچه‌م بگیرین اوقاتا ایزو نکشه. نه رحمت خولا جون من سرم پرستی یگان چیز نمیفورد. و معنای دوم این گرفتن یگان چیز به پرسش است. مثلا he saw the money lying on the table and he helped himself. وای پولها را دید که در بالای استالند و آنها را به پرسش گرفت. یعنی helped himself نپرسیده یگان چیز را گرفت. He helped himself. و عباره آخران برای امروز دوستان و اگر شما فیلم های انگلیسی تماشا کرده باشید این عباره شما حتما شنیده اید. در اینجا دو عباره هست و هر دوی آنها یک معنا دارند. یکم Do you read me? Do you read me? Do you read me? و دوم Do you copy? You copy. Do you copy? این هم عباره سوالی است. معنی این عباره ها
تو ما رو فهمیدی، تو ما رو شنیدی یا اینکه تو ما رو میشنوی ترجمه میشه. یعنی این سوال تصدیقی است که شما از همصحبت خود میپرسید و اکثر وقت میگیم 90% وقت این استفاده میشه در استفاده رد که اونها با یکدیگر میگن که do you read me do you read me یعنی تو ما رو فهمیدی یا که do you copy سخن گفته ما رو فهمیدی یا اینکه نه. مثلا Director Fury do you copy Director Fury, do you copy? Director Fury تو ما رو فهمیدی شنویده تمام نیست. Captain Solo do you copy Captain Solo, do you copy? Captain Solo تو ما رو فهمیدی تو ما رو میشنوی. این بود دوستان 10 کلمه سر استعمالی که در زبان انگلیسی اونها را هر روز صاحبان زبان استفاده میبرند و اکثریت ما اونها را خطا ترجمه میکردیم یا اینکه اونها را نمیدونستیم. اگر میخواهید که چنین کلمه ها رو بیشتر آموزید پس به کانال مبنا شید و زنگوله را پخش کنید تا یکی از درس های نوبتی شما آگاهی یابید. تا درس دیگر دوستان، بای.